диққат ҳамватанони муҳтарам, агар шумо нияти гузашту омади сарҳади русияро барои гирифтани картаи мигратсионӣ дошта бошед, мо дар хизмати шумо. хати сафари сарҳад, Федератсияи Русия ва Қазоқистон. شیرین بیا مصلحت میکنیم. پگادن از همه به خوشی طلاق تو رو میدیم. طلاق؟ این چی میشود؟ من جوابت رو میدهم. برای چی؟ من چی گناه دارم؟ شیرین تو گناه نداری، اما وقتی که از هم جدا شدیم تو میتوانی چیزی برای آینده خودت از این خاندان ببری. شیرین من خودم با ماشین بار کردم میبرم. نه با من چیز لازم نیست. شما باز مرا مسخره میکنید؟ نه شیرین نه، آخر تو رو شم قدم گفته تا نمیدهم. بعد از سری من به تو خسی هم نمیدهم شیرین. نه مادرتان شنوند مرا جنگ میکنند. من هم میخواهم شما را خوشبخت بینم. من روزهای اول از شما میترسیدم. درباره نشمندان بسیار شنیده بودم. از آنها قد اجل میترسیدم. ولی میبینم که شما آدمی نقص هستید. شما زیبی زیستن دارید، زیبی شادی کردن دارید. افسوس شیرین،
بیشتر ناامدی. افسوس. آخر با شما چی نمیرسد که از اون دوروی سفید دست کشه؟ آخر بای درد است، دردی بی‌دوا است. شیرین، شیرین، خودم نفهمیدم موندم که چطور به این درد گرفتار شدم. تو اگر تو بر وقت می آمدی، تو می توانستی با این زیباگیت، با جوانیت مرا از این درد رها کنی. اما اکنون دیر شد. پس چرا با من خواستگار فرستادید؟ اینش را نمیدانم. مادرم خواستن که در روزهای آخری عمرم خوشبخت باشم. پول بسیار داریم، بسیار، اما وقت را، دوای درد را خریدن نمی شود. جان، همه چیز برای بختی جاویدان مهیا است. قصر زیبا، مادر مهربان، پدر نرم دل، ولی به نظرم این بخت مثل خواب و خیال است. بچه جان، من میفهمم که از من چی میخواهد، ولی معلوم که اجرای این وظیفه غیر امکان است. بچه جان، چرا بخت از من روی میگرداند؟
میرزا میرزا خاله جان خاله جان دکتر مدد کنید چخیل سرکم چخیل دکتر افسوس که دیر شد. چخیل آخیر خدا چشم پاشای بزه برو چه گمرم نگاه کن آی چشم پاشای بزه بیمه چه منه نگاه کن خیر بود خیر بود
شیرین جون ریزا همدردی مرا قبول کن. بیا چیزهایت رو به من ده. بیا به خونه میرویم. رفتی سلامتیت نقص. دور کو خودتا از این کثافتی سرخور سریشوی جوانش خوردو باست رو به یگون بلا گرفتار نکنه. شو قدم شیرین جان بیا با بالا میبرویم. زیغ نشو. تو چم رو میدانی کوخی نگاه به خود میآید همش نقض میشود. زیغ نشو شیرین جان. بیا به خونه میداریم. اوچه جون چی کار کنم دلم غم دارد. اوچه جون دل من با خودم بد نیست. میخوام مثل اول شاد باشم. وای مرا نوازیش کند و من از بوی قلم پوری پیشی برش بوی تو را یاد کنم. جان اوچه جان میخواهم مثل پیشینه با کم ریزا هم جای کار کنم. با اهل خانوادش شادی کنم. زوق برم. من افسوس که مهری خالم با من کم شده است. اوچه جان خدا جان با دل خالم رحم شب خده. مهری پیشینش را برگردم خدا. خدایا میخواد فریاد زند. رفت از گریبان فلک دارد. چه برم نیست. خدایا از دلش افتادم سو میان ستاره های آسمان ستاره تو رو میجویم و پس ما نشدم. اوچه جان
چنان دلم میخواهد که هر صبح بس روغم آی بود که زبانم رو شو نزنی و چه خدای خداوندا یا به نظرم چنین می نموده باشد. قطره اشک دلی بر رحم داشته دپجا. وقتی که من بیمار می شدم برابری من گریه می کردید. حاضر دلکتون به دخترتون سوخت. اگر در حیات می بودید البته از ناامدی بختی دخترتون می سوختید. من گناهکارم. من چیکار کنم که با بختی او زامین شدم؟ اشک نریزید. این خاصیت ندارد. به این هم در این خاندان غم لانه مانده است. مرا ببخشید اپا جان. شیرین، ها شیرین، بیا سری چشمه آب میرید. حاضر. رخسانه نیت کن تا بخت بی. چی گویم؟ خدا جون بختی سفیدم دی. خدایا به دل خاله جانم مهر و شفقت ده. رخسانه بعد زیارت کردم دلم صبور می شود، خرسند می شود.